ایلی جو رفیق عظیمی با جونام اگه خودی کم کم بخوری خوبه که خاطر با دل درد نشی ناجور با طور ببریم به دکتر حیوانات. کلوخ بچ که از بسی تو تبردم لط کردم لط. بیا دیلی جو بیا برو با بانجونا برو بیا برو با بانجونا برو گیری بخور انمینا رو آفرین بخور آفرین بخور آفرین آب بخور تو همین جگاه تا بیتونی بانجون بخور حتما میرم همون جگاه 10 دقیقه سرخو بخورم. این گوساله است که به بانجونم آماده. هی رنگک این گوساله است که با خدا پیش من نمیره از هر کس ماشین دیگه بیارده به چه بانجونم نخور. هی رنگ تو به خاک زد. این گوساله است که بانجونم آر میخوره رنگک تو به خاک شه. این گوساله که اینه بره. نه یه از کی نه این گوساله اینجا بیامده میخ کرده والا به تا زمین ها همه بانجونر بشکسته پا بیلا از کی نه یه شرقی یه از کی نه این گوساله نه این گوساله چرا به تا بانجونا آمده میخ کرده هیلگر چکاره این گوساله از تو نه تو به کجا بیدی؟ من همین دیگه خیلی بودم بانجونا با گوساله بیاردی به تا بانجونا آخه تو چرا گوساله خود بتا چرا گوساله بیاردی ملت تو چرا گوساله بیاردی به تا بانجونا با بانجونا بخورده به کی میگی؟ من میگم برو با مادر خود بگو رنگ تو به گرشه مادر چکار کجیر با گیره میکنی؟ چرا کجیر چکار بستن؟ کی؟ چرا؟ گزاره رو ببردم تا زمین ماما شاگل بسته کلو قرار کرده برم در تا فرمانجی و گله گرم این برگه بکنده به گله گرم تو کجا میری؟ میرم به بیارگو بگم برای تو قصیر لند کنم بگذم بزنه که پاک کنه گناه تو هم هسته کجیر دگه رفه چه گناه برای؟ تو چه گساله خور به تا بانجونای بسته کنی؟ بابا نکفته هست خوب بویی کردم که میره بانجونای میخوره گفا مفتی میگه نیجا بگو اوه ایونه بکو گم نمیفهم که تو بگی نرو به تا بانجونای برفته به تا بانجونای من طور بزده خب بخوده نگن چه طلاق نبوده خوده گفا مفتی میگه چری بر حق داره بزنه خودی کلگه دیخو حالا هم خیره کجی به قصه جنجال نشو خیره تو با میری به پیار خو میگی پیار تو میره خدا از جنجال میکنه به قصه نشو کجی
خیره که کجی گم بابا داری چه بکن که کردن و بیشتر تا با فرقتو بزنو آمه به پی خوبی تو بگم رفیق کجی جو خیر رد گپ پهلد تو حال میری به پیار خو میگی پیار تو هم میره خود از جنجال میکنه باز بابا یک نفری نره جلو از تو تو نگیره دفیده که برای سهم کنم میکنه گناه تو هم بوده دیگه گناه تو هم بوده کجی سر دل داری چه من بکن من خاطر همسایه داری میگم جنجال معلوم میشه من کار ندارم برو من کار ندارم من که با تو گفتم آی بلند بلند آی بلند های ما دلبر بلبل مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه آی بله جمع گلشتنی چکار باید دلدوری میکنی تمام چی؟ ما به بچه ها مردم میزنی بده بچه ها مردم کجی را چه رزیده بدی کجی؟ آه. گوساله مساله چه کاره بانجونا ما برسته به تا بانجونا لکه بخورده با بعد میکنه مال داشت و خرجشون بانجونا رو بخورده الان پیاری تو پیار میکنه اینا گیره کردم و سر زمینا بودم گیره کردم میرم گفتم کجا میری استاد کنه که نصیحت هم بکنه گفتم من میرم تو پیار خو بکنه گیلک بگم هم تو میفهمی اگه لکمه پیار رمضان اشته چیزیه همونجا بیای با جنجال کلون میشه تو چرا با چیر بزنی پیار جدا باشه رمضان جدا باشه براره بیای مرد وری مثل من مرد وری بیای بسته که من میگم برابر دو خرجتون بخورده بانجونا دو تا بانجون خورده نباید تو این کار میکردی تو بدیدی خب بیام دیدی پیش بو گفت اکبر من کی گفته کجی کجا بود گریه کرده میام ما سر زمینا بینم می زماره مشکستم گفتن من میرم که پیار خور بکله گیلک ببرم خیلی غیرت داره مول بزدم نه تو هم قایت تو نیه گیلک اینا رو پیار بیا تو تیار میکنه با بفهمی گیلک رو اون پان ما با تو گفتم پیار بیا با جنجال کنون میشه نباید این کاری کجا میری تو من میرم مثلا میکنه گیلک یک کار بکنه برم میکنه و اثر بیا من ضربه سرگردون نکنه تو دایی هم میرس جناب نان تو دست من میده میده بگو بچه شما گفته میکنه که می زمان میارم بگم خاله زلیخا دادش اون نانش بچه شما گفته چه بده من همین تنه بده چی میدم دایی میدم تو اماله حال کنه دارن لگه بغار هم تنه و دی روز بعدی بیا فیلا خورم بگو نخده برو نیه نیه دیگه آیا گیلک برو من میرم تو بساک بگو مثلا کجی دارم نیه بساک کجی رو تو دارم حالی باشه برو من میرم سر زمینه تنه و بیاری دیگه برو انانه با بیا سر زمینه بیا نه بگو خاطر زمار بگم این زمار چوکا کرده میاره به سلام تنه بده خیر بینی برو صبر کن گیلا مراد میزنی تو صبر کن گیلا نمیاری تو بس تکا یک دقیقه تو صبر کن گیلا صبر کن مراد گیلا صبر کن کجا میچی مار پا لاق تعذیب خلیا ودی صبر کن تو بس تکا تو امروز تو نگیرم نه توریالا نمیدم اگه لگیرم آره بس تکا میگم چرا خبر بزن لالا کردن من بشه رمضان چی همسون به سالتونه نه باشه تو بگم من رمضان بس کردم رمضان نه بس کردم رمضان بگو همسنده سالتونه چی میگی نه نی همسن سال ما دوشو کلانتره چیزه ای بیامده گساله بیامده بتا بانجونا برابر دو خرج سه خرج تو بخورده بدن من بشه برابر سه بعد خرج تو دروغ میگه لالا من با اونجون خوش ندارم بفهمیدی برابر ده خرج تو کو نخورده بیده بخورده بیده نهایت دو برگ بانجون اگه گساله یا بو برده یا نه برده نافهمی بزنی لالا تو کی بیدی تو لد میخوری یا گساله بتا بانجونا بستکده میگم برابر 5 خرج تو بخورده بتا دمین بابا شاگل بتا بانجونا گیلک انا این دفعه خوب به خاطر ازی که میگی گناه ازی بوده شاید من میگم گناه یک طرفه نباشه او هم یک بتا بانجونا گساله بسته نکردی بتا دمین بابا شاگل بسته و زمین ما شاگل که خوش که بیامونه با بتا بانجونا این دفعه هم برو تو هیچی نمیگم سکو گیلک خط بالا تو به دل ما برارمه پا به سین گذاشتی کمی عقل کمال یادگیر کمی همسایه داری لیازر بفهم تو کی به تو بگم برارمه دیگه
آنه به تو دایی هم میدون گی لگدگه ایبر و جنگ دعوا نکنی بله که براره داری فهمونه ما جمع گل بسونم چیشاتو به تا دلم تو کی به تو بفهمونی ما تو از مال 10 15 سال کلونتری 90 سال که داره او خیازی مال نبشی 20 25 سال کلونتری خب به گوساله بگو که گوساله من نیاره به تا چیز همون دیگه بم 4 طرف زمینا شما دور نخوره سهیه تو دست برا پا برایی آن سه کو چیغ ذرات تو مال به تا پخلیا به تا گل و لای تا کوچه و پس کوچه می دایل برو بخو کش بخواد روش کشیم کوچه خود ما به تا کوچه بانی الا کردم برات تو با شما برون که داری فهم جمع گل داد گفته با جمع گل من به تو دایی میدم برو تنه واسران انما بستو برو دیگه نمیزنم می رای که تو ری میکنی یکی یک آقام سایت است برا پا برا برو خشت یا پلاسه تو چی بایی؟ من پلاسه خود سیه از ما تو خلاص برو سیه خلاص برو ارجو برو بعد رای که میری برو دیگه بزی کار نگیری اما کار نداره گیلا از این خلاصه دیگه خیر بینی برارمه میگه بلا را از خود دور کرده نمیتونی حداقل خود بلا دور کن هیچی خدا حافظ صداقت وصل شد خدا حافظ